السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدینان انشاءالله متعال همه طاعت ها و عبادت های روزهای مبارک بسیار هم رمضان روزهای کم و کوشش کنیم که انشاءالله تعالی رمضان به خوبی بگذرونیم انشاءالله. بعضی برادران سوال میکنن در مورد ماه شریف رمضان. مثلا شخصی که کار میکنه کارش وزمینی بدای ای پشتی که کار میکنه روزه گرفتن نمیتونه. مقصد سخنی همون برادرای بعد از رمضان فطر روزه باید بتیه میگرده. اولا برادرای عزیز، شخصانی که کار میکنین کار بهونه نمیشه و برادر کار بهونه نمیشه که روزه نگیری. مثال برای که الله متعال با یک چند قسم انسان ها اجازت روزه نگرفتن را داده است. یعنی به مثل بیمار، به مثل شخصی که مثال دیوانه، مثال بیمار، کودک، شخصانی که استطاعت ندارن، مثال شخصانی که استطاعت روزه گرفتن ندارن و همونها الله متعال اجازت دادگیه. ابا این خیلی که مثال من کار دارم بگه این خیلی نمیشه، برای که کار در زمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایماد از زندگیشون سخت‌تر بود. خوب اگر فکر کنیم انشاءالله تعالی ما میتونیم که هم کار کنیم و هم روزه بگیریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین. شما خوب هستید انشاءالله برادر. برای این برادر عزیز باور کنید رمضان به حد تیز گذشت، به حد رمضان تیز گذشت و روزهای به شمار ماندگی برادر عزیز کوشش کنین که همین روزا را به خوبی بگذرونید. مثلا همین با قریبی یک برادر قطعی صحبت کرده، میگه که سربازایی که در سرحد تاجیکستان باور کنید روزه دارن تا یک وقت شب، میگه روزه دارن برادرها. اما آدمایی که در سرحد تاجیکستان هنوزی روزه دارن، روزه گرفتگیان، باور میکنین در حالت روزه هن. یعنی باور کنید جای شرمه که سرباز در سرحد در حالت جنگ روزه نمیخره، روزه میگیره، بهانه نمیکوه، در حالتی که شاید به همون سرباز اجازت روزخوری هم داده باشه. یعنی بعضی علما اجازت دادن. برای چی؟ برای که مثال و یا برای که قوت داشته باشن، میدوان یک چیزا میبردارن، یک این خیل میکنن، یک او خیل میکنن. با بعضی همونا اجازت روزخوری هم دادن که و یا مثال حالتی و یا با خودشان معلومه، با ما نه. ما مثال خیلی باشه نباشد مثل حالتی و یا نداریم. برای همین روزه ها را نمیخرن، روزه میگیرن برادرها. بهانه گفتن در کار نیست برادرها. بعضی برادرها اصلا الله همه ما و شما را هدایت کند، مثال نمیدونم یک چیزایی می نویسن که شاید فکر کنن که به همون نویستگی کسی اجازت میتید که روزه را بخرن. مثال نه برادر عزیز، کوششی هر بهانه کردن در کار نیست. من 10 روز دیگه تقریبا مونده است، شاید 10 روز، شاید 11، شاید 9 روز مونده باشه. مسلمان با دیدن ماهتاب روزه میگیره، با دیدن ماهتاب روزه میخره. برای همین برادر عزیز الله برکتتان دهد، بهانه گفتن در کار نیست. یگان بهانه گفتن در کار نیست. باور کنید برادر عزیز، این ماه شریف رمضان هر کسی ما از برای الله روزه میگیریم و هر کسی ما با گرفتن روزه
یعنی اگر روزه گرفتیم اجر خودمون میگیریم. برای همین این فکر را از سرتون دور کنید که فلان فلان سخنا را میگم و به من اجازت میتیم. حتی اگر اجازت دادن و بهانه دروغ باشد روزتون یعنی روزه نگرفته در نزد الله جواب میگین برادرو. برای همین کوشش کنین. یا باور کنین یک خیلی همین مردا دا زنو خوبن، همین زنو با قوتن. زنو بینین که برادرو مثال اویله های کلان هسته، زنوی هستن که کار میکنن در همین خود روسیه در وطن کار میکنن، در بیرون میرون کار میکنن، با بر وقت میبینن و برای اهل و خانواده خود با خوراک تیار میکنن، با فکری شوهر میکنن، فکری کودک میکنن، فکری زندگی میکنن. همه همین وزمینی زندگی در گردن همین زنها میمونه. باور کنین یگان تای همین زنها بهونه نمیکوان، یگان تای همین زن بهونه نمیکوان، نمیپرسه، نمیروه، چیز نمیکنه که من در بازار کار میکنم، من میام شوهر من خوراک تیار میکنم، کودکم ما خوراک تیار میکنم، پیش گوا میرم زد داده میشوه یا اینکه اجازت هست که من روزه نگیرم و بعد در آخر فطری روزه بتیم مثال. برای همین برادر عزیز یگان بهانه گفتن در کار نیست. الله برکتتون تیا، الله برکتتون تیا، یگان جای بهانه کوی نیست. اکا جان خودتون، شما خودتون از کجا میشوید؟ ما از طرف های ختلان برادر عزیز، از طرف های ختلان انشاءالله. الله امتحان نگهبانتون باشد. خب همچنان برای نماز تراویح هر سال همین سوال پرسیده می شود برادر عزیز. برای نماز تراویح هم برادر عزیز اگر چی هم بسیار سخت باشد، حالت هر کس به خودش معلوم ای برادرو، اقلا 8 رکعت بخونیم برادر عزیز. سوره های کلته را بگیرین، سوره های بسیار بسیار کوتاه کلته، مثلا سوره والعصر، انا اعطینا، سوره قل هو الله احد، سوره اذا جاء، مثلا همین سوره کوتاه بگیرین، سوره های میده اقلا علی الاقل برادرای عزیز 8 رکعت بخونین، 8 رکعت برادرای عزیز بخونین. برای چی؟ برای باور کنین بعد از ماه شریف رمضان اول که این خیل برکت و این خیل خستن و روزگیری و این خیل کوشش ها در عبادت ها و این خیل طاعت ها در دیگر ماه ها کم می شود. در این ماه چقدر که انسان کوشش میکنه، با مسجد می رود، تراویح میخونه، کوشش میکنه از جماعت قفا نمونه، بعضی ها حتی کوشش میکنن نماز جمعه را به هر حالتی رفتن میخونن، روزه میگیره، مثال کوشش میکنه میگه که خاطر ماه شریف رمضان یگان سخن بد نگم، حتی جنگ میکنه میگه برادر بیا مقصد در کار نیست، در ماه شریف رمضانیم. در دیگر ماه این کار نمیشوه. با این سبب اینه که شیطان ها بستن نه، با سببی که همون انسان خودش کوشش میکنه. وقت انسان خودش کوشش میکنه شیطان در پیش راه انسان ایستادن نمیتونه برادر عزیز. شیطان در پیش راه انسان ایستادن نمیتونه. الله متعال در قرآن چی میگه؟ این عبادی لیس علیهم سلطانه، یعنی بنده های منه میگه که شیطان بر سر آنها حکم کردن نمیتونه، یعنی وسوسه کردن نمیتونه. برای همین برادر عزیز بله اول الله متعال همه ما شما را هدایت کنه، توفیق بندگی نصیب کنه. بعداً برادر عزیز کوشش میکنیم الله بهانه برادر عزیز گفتن در کار نیست. بهانه نکوین برادر، روزه ها را بگیرین، باور کنین همین روز به حد تیز میگذرد. اینا نگاه کنین که تقریبا 20 روزی همین رمضان گذشت، 19 روزی همین رمضان گذشت. اگر با نمازهای تراویح شب و قطعی حساب کنیم 20 روز گذشت مثلا.
و کوشش کردن در کار. دهه اخیران ماندگی کوشش کردن در کار. برادران عزیز دعا کنین، نماز بخونین، قرآن بسیارتر بخونین. خوانده نمیتونین برادران عزیز گوش کنین، گوش همین نواشنیکا رو در گوشا مونین گوش کنین برادران. طاعت عبادت بسیار کنین. همین خیلی کردن در کار که انشاءالله تعالی الله متعال با سبب همین ما را برای همیشه هدایت بده. یعنی هدایت ما در اسلام بسیار ترک شود برادر عزیز. یعنی خیلی نه که رمضان تمام شد تمام، نه، اقلا یک چند فایز ما در راه اسلام و بسیارتر هدایت بیابیم برادر عزیز. برای همین بسیاری برادران خط می نویسند درباره همین مثال که چی طور می شود، چی خیل می شود. مثال گفته هر کس حالت خودش میدونه برادر عزیز. اگر بیماری شوی که دیگر روزه گرفتن نتونی، در اون حالت چیکار میکنی؟ الله متعال خودش میبینه انسان روزه نمیگیری و در آخر اگر که بعد از رمضان روزه گرفته بتونی مثال بسیار خوب، نتونی بعد فطر میتی. مثال در هر یک روزش فطر میتی، مثال یک کمبغل خوراک میتی. بعدا یک برادری میپرسه که در مورد شخصانی که در سرحد تاجیکستان مثال کشته شدن، شهیدن یا نه. اگر فرق ندارد در طرف دیگر مسلمان است یا غیر مسلمان، وطن وقتی محافظت میکن، در اون حالت شخصانی که وطن حفاظت کردن کشته شدن و یا شهید حساب میخورند. برای چی؟ برای و یا حق خود دفاع کردن. حق خود دفاع کردن و دشمن از اون طرف چیکار کرد؟ در آمد اینا دفاع کردن و در راه حفظ وطن، در راه حفظ ملت و یا جان باختن شهید حساب میخورن برادر عزیز. مقصد سوال برادران همینه که از اون طرف هم مسلمان ها، برای مسلمان ها، ولی چیکار میکنن و یا مثال و یا میدراین و یا بازوری در آمده ایسان و یا بازوری در آمده زمین ها را میگیرن، خانه های مردم ها آتش زدن، مال و ملک مردم ها مثال میگیرن. آدم تقریبا 10 و 13 نفر رو الله داناه که شاید شخصانی باشند که یافته نشیدن تا حاضر، نه زنده و نه مرده. برای همین ما مثال خواهش همه وقت صلحش، خواهش امانی و خواهش تنجیم، نه که وقتی که از حالات با خبر میشه میبینی دفاع کردن از وطن، دفاع کردن از ملت، دفاع کردن از سرزمین، این هم فرض هر یک کسی ما. کسانی که در اونجا نیستند برای وطن، برای آرامی وطن، برای تنجی وطن، برای انا خلق، برای کسانی که در سرحدن برادران دعا کردن در کار. حال کسانی که در اونجا صبرشان بته از خلق میکنن، قوت بته الله متعال بسیارتر و بسیارتر. و کسانی که از سربازن، یعنی کسانی هستند که میروند با برای کدام مثال مجبوریت با بر میگردن، اما گروهی هستند که سربازان و یا مجبوری همونجا، یعنی باید که یگان مدت معین همونجا ایستن. سربازا باید همونجا ایستن. برای همین یعنی شاید گرسنه میشوند در این وقت. هم بینید که در ماه شریف رمضان های سختی بسیار در سرشان میآید. بعضیاشون شاید که شبها یگان خوبم نروند. در این حالت ها مثال پاسبانی میکنن. برای همین برادر عزیز دعا کنیم یک جای در این ماه شریف رمضان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على آل وجهك وعظيم سلطانك. رضينا
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. برو إلها از درگاه پروردگار دعا میکنیم که الله متعال به وطن ما صلح و ثبات را بیارد و تنجی و امانی را در وطن ما جاری کند، و کسانی که در سرحدها و سختی ها مشکلات گرفتار شدند، کسانی که از نزدیکان خود شهید گرفتند یا اینکه از نزدیکای خود زخمی ها گرفتند، کسانی که خانه و در ملک و زمین از دست دادن، الله متعال از خزینه غیب اولا برای آنها صبر جمیل عطا کنند، بعد از تمام تنگ دستی ها آنها را رها کنند. الله متعال همه ما و شما را در این ماه شریف رمضان توفیق ایمانمان را بسیار تر کنند و از کسانی کنند که بعد از رمضان گفته می شود برای آنها گناهاتان بخشیده شد. الله متعال یک و یک ما را نصیب توفیق عبادت نصیب کنه. صلی اللهم تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.